شریفه 45 ساله ولد تازه محمد متحل باشنده ولایت پنجشیر ولسوالی آبشار مورخ 25 سرطان روز یکشنبه در حال حرکت دنبال مواشی های خیش در اطراف قضیه بود که توسط طالبان مورد انداخت قرار گرفت و در جریان تیراندازی به شهادت رسید. ما زنان پنجشیر در یک گرد همایی خواهان عدالت و توقف کشتار زنان در پنجشیر هستیم و کشتار تاجیکان را متوقف کنید. طالبان با وجودی که بارها از امنیت حرف میزنند ولی هیچ کدام از وعده هایشان را عملی نساختند. طالبان تحت امر نیروهای بزرگانشان نیستند و در گوشه و کنار ولایت ها بخصوص در ولایت پنجشیر هر کدامشان رئیس و حاکم خیش هستند. زنان و دختران در پنجشیر امنیت جانی ندارند و گشت و گذار کردن نمیتوانند و هر روز جنایتشان بیشتر می شود. خواهران بیگناه ما کشته می شوند، برادران ما کشته می شوند و صدای کس گوش داده نمی شود. ولی مردم از ترس اینکه صدای خود را بلند نمی کنند، از ترس اینکه جان خود را از دست ندهند. سکوت جهان در مقابل این جنایات شرم‌آور است. حمایت از طالبان جنایت است به انسان.